درود به همه شما بچه‌ها، امیدوارم که حالتون عالی باشه. 4 تا انیمه دخترونه براتون آوردم، یکی از یکی گلتر که قراره توی سال 2024 منتشر بشه. برای دخترام هست. اولین انیمه که بخوام براتون بگم اسمش است من دختران جادویی رو تحسین میکنم. تیمی تشکیل شده از 3 تا دختر جادویی که اسمشون رو گذاشتن تریس ماجیا. اثری که توش اوتنا هیراجی زندگی میکنه محافظت میکنه. اوتنا خیلی این دختر جادویی رو دوست داره چون با شجاعت برای برقراری عدالت میجنگن. یه روز از روزها یه شخصیت خیلی اسرارآمیز از طلسم سیاه جلوی یوتنا ظاهر میشه و به اون فرصت یه عمر میده، فرصتی برای تبدیل شدن به یک دختر جادویی. با این حال این پیشنهاد اونجوری هم که به نظر میرسه نیست و چون یوتنا برای یه سازمان شیطانی استخدام تا با همون دختر جادویی که خیلی دوستشون داره مبارزه بکنه. یوتنا بالاخره مجبور میشه با همون دختر جادویی تریس ماجیا بجنگه، اما جالبیش اینجاست که به جای اینکه پشیمون بشه که داره با همون اشخاصی که دوستشون داره و عاشقشون میجنگه، خوشش هم میاد و میبینه اونا درد میکشن، اصلا لذت میبره. این انیمه خیلی توی سایت مای انیمه لیست بنرش این برابر زده بودن. انیمه جالبیه و شخصیتاش هم خیلی انیمه دومی که بخوام بهتون معرفی کنم خواهران عزیز اوموروکیه. یک اسپیناف از مجموعه مانگای یوری یوریه و زندگی عادی و روزمره خانواده اومورو که در حومه شهر زندگی میکنن رو روایت میکنه. کلیت داستان درباره یوزو اوموریه که با بسیاری از چالش‌ها عجیب و غریب در کنار مادر و خواهرش دست و نرمه پنج میکنه و زندگی میکنه و بسیار هیجان انگیز، عالی. اصلا یه زندگی عادی خیلی هیجان انگیز، حتما به اینو نگاه کنید. انیمه سومی که توی کاور هم دیدین، اصلا از همون کاور معلوم بود داستانش. خیلی انیمه بسیار جذابیه از نظر من. حتما اینو تماشا کنید. انیمه سوم از اسمش آواز خواندن عشق در یک زمزمه. یوری آسانگی که تقریبا یک دختر بالغ شمرده میشه اما در مورد عشق و عاشقی هنوز تجربه نداره. این سام زمانی درک میکنه که یه شاگرد واین کلاس هیماریکینو بعد از اجرای گروهش توی مراسم افتتاحیه دانشجوی سال اول خیلی غیر منتظره بهش اعتراف. یوری هم پشماش میریزه، خیلی گیج و منگ میشه و تصمیم میگیره به جای اینکه فکرای ارتباط کنه بره با دوستاش مشورت. اما به جای اینکه مشورت بکنه دوستاشون خیلی اذیت میکنن، مسخره میکنن، آزار میدن. یوری تصمیم میگیره که جواب عشق هیماری رو با عشق برگردن. اوه مای گاد. اما بعد از اتفاقات یوری میفهمه که هیماری عاشق خودش نبوده، فقط عاشق موسیقی اون بود. البته نگفته نبوده. یوری تسلیم نمیشه و قول میده همونطور که عاشق هیماری شده هیماری هم عاشق خودش میکنه و در انیمه هم معلوم میشه که به نتیجه میرسه یا نه. اینو بگم اول بار که من داشتم تریلرش میدیدم میگم یوری اصلا یوری اسم مرد یوری، اما دیدم بابا اصلا یارو دامن داره، اصلا دختر و فلان دوست میکنن. ولی یا واسه انیمه چهارم است، اسمش دو طرف صدا پیچیدگی رادیو اگه درست گفته باشم. یوهی یوگوره و یاسومی اوتاتانه هر دو در یک دبیرستان همکلاسی هستن و همینطور مجریان یه برنامه هفتگی رادیویی که این دو یه دوستی عالی برای شنوندگان رو ترسیم کردن. حتی فقط توی برنامه رادیو نیست، توی واقعیت هم خیلی فرقی نداره این دوستیشون. رابطه‌شون همینطوریه که همیشه هست، ولی پر از بالا پایینی داره و رابطه‌شون کلی از هیجان و رقابت درش هست. این و انیمه قبلی توی یوتیوب خیلی تریلاش پخش شده بود و ویو خیلی خفنی گرفت. حتما خیلی جذاب بوده، حتما تماشا کنید. حتی اون انیمه سوم رو نگاه کنین، به نظر من خیلی انیمه جذابیه. یوری آسانگی. مرسی که تا اینجا همراه من بودین. امیدوارم که این ویدیو خوشتون اومده باشه. بچه‌ها این اولین ویدیو ماست، اگه نقصی داره ببخشید. کم کم یاد میگیریم و پیشرفت می‌کنیم در کنار هم. برای حمایت از من لایک و سابسکرایب یادتون نره. مواظب خودتون باشید تا ویدیو بعدی. بدرود.